وسط میدونم ایستاده خسته و بی حرکت و باد سردی بارون پاییزی رو روی سنگ فرش زمین جمع میکنه و میاره و میچپونه زیر پالتوم. تمام استخونام میلرزه. دیگه چیزی جز استخونهام باقی نمونده که سرما اونها رو بگزه و یه چشم که بتونم دنیای اطرافم رو ببینم. چند بچه دوان دوان از دور میان، شاد و فریاد کشان. سرم و کمی بالاتر میگیرم. صورتم از زیر کلاه شاپو خاکستری نمایان میشه. به نزدیکی من که میرسن قدم کند میکنن و یکشون میگه بچه ها مرد اسکلتی. نه بابا، مرد اسکلتی نیست. به خدا خودشه، نگاش کن، خودشه. بچه دیگه آب دهنشو قورت میده و با صدای لرزان میگه اینجا چی میخواد؟ نمیدونم، حتما دنبال غذا میگرده، بهش غذا بدیم. نه مامانم میگه هر کی به مرد اسکلتی نزدیک بشه عین اون میشه، زود باشید فرار کنید. و همونطور که نگاهشون رو به من دوختن دوون دوون دور میشن و هر چند قدم که میرن نفس نفس زنان بر میگردن و باز پشت سرشون رو نگاه میکنن که مبادا دنبالشون افتاده باشم. به این جمله فکر میکنم: هر کی به مرد اسکلتی نزدیک بشه عین اون میشه. باد از کاسه چشم دیگم مستقیم وارد میشه و میپیچه توی جمجمم. سردیش منو به شب سردی میبره که وقتی همسرم در خونه رو برام باز کرد وحشت زده و مضطرب پرسید دستت چی شده ها؟ اون وقت بود که متوجه شدم دست راستم همرام نیست و هرچی فکر کردم یادمم نیومد. همسرم که نمیتونست اینو تحمل کنه نیمه شب شال و کلاه کرد و به کافه میدون رفت. دستم رو جای دست مرد یک دست شهر دید که حالا دو دست داشت و شده بود کافه‌چی میدان شهر. بعد از کلی جر و بحث با هم مرد به اون گفته بود که من با میل خودم دستمو به اون دادم که بتونه کار کنه و نوناور زن و بچهش باشه. همسرم اون شب مهربانتر از همیشه شد، هرچند که بغضش رو میشد از روی عمق نگاهش فهمید. اما چند روز بعد دیگه نتونست تحملم کنه. وقتی با صورتی استخوانی و بیپوست وارد خونه شدم دستی روی استخوان‌های گونه‌ام کشیدم و باز هم یادم نمیاد که پوست صورتمو چی کار کردم. همسرم دوباره شال و کلاه کرد و بعد از گشت و گذار تو میدان شهر پوستم رو روی صورت دختری دیده بود. به خیال اون که به اون خیانت کردم به سمت دختر رفته بود و پوستم رو از صورتش کنده بود. بعد دیده بود که پوست صورت دختر سوخته. دختر گفته بود که همسر تو به میل خودش این کارو کرده تا مردی عاشقم بشه و بتونم زندگی کنم. روز دیگه وقتی به خونه اومدم دوباره همسرم شال و کلاه کرد و این بار بدون اینکه حرفی بزنه ساکش رو برداشت و وقتی میخواست از خونه بیرون بره جلوشو گرفتم و گفتم چرا؟ منو جلو آینه برد. خودم رو دیدم که هیچ گوشتی به تنم نموند و من اصلا به یاد نمیارم که چه اتفاقی برام افتاده. نگران از همه چیز جلو همسرم رو گرفتم و گفتم مگه نمی گفتی که سیرت از صورت بهتره؟ من که هنوز سیرتم را از دست ندادم. من هنوز هم همون مرد خوبم نیستم. لبخندی تلخ روی چهره خسته و بی حالتش نشست و گفت امروز عقیدم عوض شد و میگم که همونقدر که سیرت مهمه صورتم مهمه. کسی که سیرت و صورت رو به هم برتری میده یه احمقه. یه احمق. فرقی هم نداره که کدوم رو به کدوم ترجیح میده. رفت و دیگه نمون. بعد از اون داستانهای من با نام داستانهای مرد اسکلتی تو شهر پیچیده بود که هر بار چیزی از بدنم رو به کسی میدادم اما واقعش چیزی هم یادم نمیمون. روز یواشکی دم در کافه میدان گوش وایسادم و شنیدم که در مورد من صحبت میکنن و میگن که روزی من برای سیر کردن سگ و گربه وسط میدان لخت شدم و اجازه دادم که گوشت بدنم رو تیکه تیکه بردارن و بخورن تا زنده بمونن و باز هم من اصلا یادم نمیاد. و اینو مردم شهر از نهایت بخشندگی میدونستن که میبخشم و یادم هم نمیمونه. همین حالا هم هیچ چیزی ندارم جز همین استخونهای باقی مونده. هنوز هم وسط میدانم ایستاده خسته بی حرکت. توده سیاهی از سوی میاد و روشنایی از سوی دیگه محو میشه. به سمت کافه میدان شهر قدم برمیدارم.
از برخورد استخوان‌های کف پام به سنگ فرش‌های خیابون صدای سم اسب به گوش میخوره. دور تمام میزها شلوغ و همه با هم در حال صحبتن. نوشیدنی میخورن، میخندن، سیگار میکشن، حرف میزنن، شوخی میکنن. حاضران که متوجهم شدن، سکوت آرام آرام تو کافه پخش شد و همه به من نگاه کردن. با خودم میگم تو که شهره شهر شدی، پس حرکتی بکن و چیزی بخوا. کلاه شاپوم رو از سرم بر میدارم، روی میزی میرم و کف دستم رو روی جمجمم میکشم و میگم سلام دوستان، شماها مرد اسکلتی رو میشناسید؟ انتظار دارم همه با هم یه صدا بگن بله. و چه انتظار بیهوده‌ای وقتی که فقط نگاه سردشون رو به همراه دارم. ادامه دادم همتون داستان‌های مرد اسکلتی رو شنیدید مطمئنم، یا شاید هم دوست دارید یه بار دیگه من برای شما تعریف کنم. نگاه‌های مات و سکوت تنها چیزایی است که میتونم توصیف کنم. پس باشه براتون تعریف میکنم. یکی بود یکی نبود. یه مردی بود که همه چی داشت، زن، کار، زندگی، یه هیکل خوب، یه چهره زیبا. از یه زمانی شروع کرد و هر چی رو که داشت یواش یواش به مردم داد تا اینکه زنش ترکش کرد. کارش رو از دست داد. اون حالا هیچی برای از دست دادن نداره، اما میدونم خیلی روزا به ماها نیاز داره. کمک میخواد اما چیزی نمیگه. غرورش بهش اجازه نمیده. به نظرتون ما نباید انسان باشیم و بهش کمک کنیم؟ اونقدر انسان و بخشنده بود که هر چی رو هم بخشیده یادش نمیاد. اما شماها که یادتون هست نمیخواید کاری کنید. کافه همچنان غرق تو سکوته، انگار که هیچ چیز این سکوتو نمیتونه بشکنه. سکوتی که ذره ذره وجودمو مثل خوره میخوره. لبخندی زدم و گفتم خیلی ممنون که به حرفام گوش دادین. اما نه، روی میز رفتن و اون حرفهای من چیزی جز تخیلات من نیست. من پشت پیشخان کافه ایستادم و کافه چی پنجه های دو دستش رو در هم فرو میکنه و آرنجهاشو روی میز میذاره و میگه چیزی میخواستی؟ نگاش میکنم. تنها سکه توی پالتو خاکستریمو میذارم روی پیشخان و میگم یه لیموناد لطفاً. کافه چی پوزخندی میزنه و میگه از کی لیموناد نخوردی بدبخت؟ با این پول آب خوردن هم بهت نمیدن. متوجه کسی شدم که از پشت پالتوم رو میکشید. برگشتم و دخترکی رو دیدم که التماس میکنه آقا تو رو خدا کمک کنید. صورت اسکلتیم رو که میبینه باقی حرفش رو میخوره. سر جاش انگار خشک میشه و حرکتی نمیکنه. سکه از روی پیشخوان برداشتم و گذاشتم تو کف دست دخترک. ترس داشت از گرفتنش. پنجه‌هاش رو مشت کرد. نمیدونم از ترسشه یا از نیازش. از کافه خارج شدم و دوباره ایستادم وسط میدان شهر. صدای زوزه سگ‌ها و میو میو گربه ها می اومد. تنها چیزی که دارم یک کلاه شاپوه و یه پالتو و یک چشم. مردی کور که کاسه‌ای به دست داره از دور میاد، در حالی که یه دستش رو زیر بغلش زده و سر در گریبانه و دولا میاد که شاید سرما کمتر بگزدش. نزدیکم که رسید انگار حضورم رو حس کرد. کاسش رو به طرفم گرفت. دندونهاش از شدت سرما به هم میخورد. پالتو رو در آوردم و تنش کردم. نگرانه. ترسید که میخوام آزارش بدم. بعد که گرمای پالتو رو حس کرد آرومتر شد. لبخندی زد. همه چیز دیگه برام تموم شده. خسته شدم از این مردم. خسته شدم از خودم. تنها چشمم رو هم در آوردم و کورمال صورت مرد کور رو جستجو کردم و چشمم رو تو کاسه چشماش گذاشتم. حالا من فقط یه اسکلت هستم و کلاه شاپویی روی سرم و دیگه هیچی. باد همچنان میوزید و از لای دنده هام عبور میکرد و میرفت. صدای سگ‌ها و گربه ها نزدیکتر میشد. چقدر صداشون برام تو اون سکوت میدان شهر دلنشینه. حس میکنم حالا سگ‌ها و گربه ها میدان رو پر کردن و همگی نگاه میکنن. از بعضی هاشون صدای زوزه‌ای میومد. انگار دلشون به حالم میسوزه. شاید برخلاف مردم اونها منو خوب میشناسن. دیگه رمقی تو تنم نمونده بود.
حس میکنم سگ‌ها و گربه‌ها دورم کرده بودن. باد سرد پاییزی این بار محکمتر از قبل، انگار که سرمایه تمام سنگفرش‌های شهر رو یک جا جمع کرده باشن، میومد و میکوبید به استخون‌ها. تو یه لحظه تمام استخون‌هام فرو ریخت و تو میدان شهر پخش شد. جمجمم روی زمین افتاد و کلاه پاشو همچنان روی اونه. خوشحالم از این که با مرگم به سگ و گربه هم چیزی میرسه. حالا روحی هستم که میبینم و میشنوم و دیگه سرما اذیتم نمیکنه. احساس آزادی میکنم، احساس رهایی. سگ‌ها، گربه‌ها هر کدومشون یه تیکه از استخون‌هامو بر میدارن. الان باید فقط استخون‌های منو لیس بزنن و لذت ببرن، اما این کارو نمی‌کنن. صدای خرد شدن استخون‌ها آدم‌های توی کافه رو بیرون میکشه. به حرکت سگ‌ها و گربه‌ها نگاه میکنن. یکیشون میگه ما که از اونا کمتر نیستیم، بیاید واسه مرد اسکلتی کاری بکنیم. استخونای من رو سرهم میچینه و دوباره نمای اسکلتیم، نه مثل قبل اما شبیه اون برپا میشه. یکی دیگه میگه اینطوری که جالب نیست، باید یه کمی بهش رنگ و لعاب بدیم. با خمیر فضای خالی استخونهامو پر میکنه، اونقدر پر که شبیه مردی چاقالو میشم. هر کی از خودش لباسی میده، یکی پیراهن، یکی کت، یکی کفش، یکی پالتو، یکی کراوات. حالا اسکلتم لباس کامل و زیبایی داره. یکی میگه اصلا بیاید اسم میدون رو هم بذاریم میدان مرد اسکلتی، چطوره؟ همگی هورا میکشن. کافه چی میگه به یاد مرد اسکلتی همه لیمونات مهمون من. دوباره همه هورا میکشن و به سمت کافه میرن. فردای روز مردنمه. مردم مجسمم رو وسط میدان شهر میبینن و تابلوی میدان مرد اسکلتی رو. همه میگن چه مجسمه زیبایی. بعضی بچه‌ها از بزرگترهاشون میپرسن اسم میدان مرد اسکلتیه، اما چرا مجسمه اونقدر چاقالوه؟ و کسی جواب نمیده. نمیدونم، شاید کسی یادش نیست که مرد اسکلتی کی بوده. جوانی کیف به دوش با دوربینی که به گردنش آویزون کرده به میدون نزدیک میشه. نگاهی به مجسمه وسط میدون میکنه و نگاهی به مردم. به سمت مردی یه چشم میره که پالتویی به تن داره. میگه ببخشید آقا، من یه محققم، میخواستم درباره مرد اسکلتی اطلاعاتی جمع آوری کنم. مرد بغض میکنه و میگه درباره مرد اسکلتی؟ بله، شما مرد اسکلتی رو میشناختین؟ مرد یه دستش رو روی چشمش میذاره و بعد یقه پالتوش رو بالا میکشه و میگه بله میشناختمش، خیلی خوب، همه میشناختنش، انسان بزرگی بود. من سالها کور بودم، سالها گدایی میکردم. و شروع میکنه برای مردی که خودش رو محقق میخونه ساعتها از من صحبت میکنه. اما من مرد پالتوپوش یک چشم رو هم یادم نمیاد. ممنون که با این داستان همراه ما بودین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین.